السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرض ادب و احترام خدمت بیننده و شنونده های عزیز. بنده حکیم مولانا عبدالعظیم عواب، معلم علوم دینی و محقق طب سنتی هستم. ما در طب سنتی 3 نوع علاج داریم. یکی علاج با تدبیر، دوم علاج با دارو، سوم علاج با اعمال یداوی. علاج با تدبیر مثلا کسی غذایی را خورده، این غذا برای از او نامناسب بوده، به همراه بدنش سازگاری نکرده، بدین لحاظ ما آبش را عوض میکنیم. یا مثلا کسی زیاد حرکت داشته، از اثر حرکت زیاد بر از مریضی عارض شده، ما برش میگیم که باید بیشتر ساکن و برقرار باشه، حرکت را کم بکنه. یا مثلا هوای کدام منطقه با او سازگاری نکرده، ما برای درمان و علاجش میگیم که باید تبدیل جغرافیا، تبدیل هوا و منطقه را بکنه. یا مثلا کسی از خواب زیاد مواجه کدام مشکلی شده، ما برش میگیم که باید خواب را کم بکنه و بیداری را زیاد بکنه. یا برعکسش که بیداری زیاد داشته، از اثر زیادت بیداری کدام نوع مشکل برش عارض شده، ای باید بیشتر بخوابه. و همچنان ما چیزی داریم به نام اسباب سته. اسباب سته یعنی اسباب ضروریه 6گانه که ما چند تایش براتون یادآوری کردم. از این چیزها ما استفاده میکنیم و با استفاده از این چیزها ما درمان میکنیم. مثلا کسی را مزاجش سرد بود، ما میگیم که باید در جای زندگی بکنه که اوجا گرم باشه. یا بدنش بسیار گرم بود، در جای باید زندگی بکنه که او سرد باشه. غذای سرد را خورده مریض شده، ما میگیم باید غذای گرم بخوره. یا غذای گرم را خورده مریض شده، میگیم غذای سرد باید بخوره. این هست علاج با تدبیر، این هست در نظر گرفتن اسباب ضروریه 6گانه. دوم علاج با دارو داریم که با دارو علاج میکنیم. داروی ما 2 قسم هست. یکی داروی که در بیرون بدن استفاده میشه، این هم به خود انواع مختلف داره. یکی داروی خوردنی، داروی درونی، داروی بیرونی، قسمی که طب جدید همچنان داروها را دارد. علاج نوع سوم به نام علاج با اعمال، یعنی با کارهای دست. مثلا وقت استخوان درد میکنه یا عضله ها درد میکنه، با مالش درمان میکنیم. یا وقت استخوان ها میشکنه، از هم جدا میشه از اثر ضربه خوردگی یا کدام مشکلی، با دست او را ما جا بجا میکنیم. و یا همچنان عمل داریم به نام حجامه و بادکش و یا زالو درمانی. با اینها ما خون فضولات بدن را بیرون می آوریم. از اثر اخراج فضولات و یا رطوبات بدن ما فرد را درمان می کنیم. این هست به نام علاج با اعمال یداوی. طب سنتی دارای این 3 نوع علاج هست.